صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، برنامه از صدای انجیل. بارالها مدد فرما تا اطمینان ما نسبت به اینکه تو در کلیه اتفاقات زندگی دستاندکار می باشی و همه چیز را به طرف مقصد نهایی و با محبت خود سوق می دهی ثابت و مستحکم باشد. چه اتفاقاتی که در نتیجه نادانی و یاغیگری عالمیان به وجود می آید و چه آنهایی که در نتیجه مساعی آنها در راه خیر ایجاد می گردد، ای خداوند اجازه بده که مقصد نهایی تو بر ما آشکار شود. ما را از خوشی و امید در ایمان مملو بساز و یاریمان بده که هرگز طریق تو را ترک نکنیم تا در راه تو و در برکت و فیض تو زندگی کنیم. این تمنا را به نام نامی آن کس که بر گناه و بر دشمنی و بر شکست و حتی بر مرگ پیروز شد، یعنی عیسی مسیح سرور و خداوند محبوب خود می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که به یاری خداوند مهربان روز خود را در شادی و سلامتی آغاز و به پایان برسانید. من برادر شما و غلام عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده را با شما خواهم بود و پیرامون عالم معنویت و زندگی عیسی مسیح با شما یاران گرامی به گفتگو می پردازم. باشد که روح القدس همه ما را هدایت فرماید و حقایق الهی را بر ما مکشوف سازد. مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح را دنبال می کنیم و از او که یگانه نجات دهنده بشریت است سرمشق می گیریم و برای منظور توجه خود را معطوف به کلام مقدسش نموده و از انجیل شریف به قلم متی حواری از فصل 17 حوادث زندگی عیسی مسیح را دنبال می نماییم. از شما دعوت می کنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 17 از انجیل مقدس متی بگشایید تا با یکدیگر آن را مطالعه نماییم. احیانا اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و مایلید که کلام خدا را شخصا در اختیار داشته باشید، ازتون دعوت می کنیم که حتما با ما مکاتبه کنید تا براتون ارسال بداریم. از فرصت نیز استفاده می کنم و از آن دست عزیزانی که لطف کردن و برامون نامه نوشتن صمیمانه تشکر می کنم و خدمت این یاران عزیز عرض کنم که ما به همه نامه‌های رسیده پاسخ کتبی ارسال می داریم. آدرس رو مجددا در پایان برنامه تکرار خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل می شنوید. از آیه 22 فصل 17 اینطور می خوانیم: و چون ایشان یعنی عیسی مسیح و شاگردانش در جلیل می گشتند، عیسی به شاگردان خود فرمود: پسر انسان به دست مردم تسلیم کرده خواهد شد و او را خواهند کشت و در روز سیوم خواهد برخاست. پسر انسان به دست مردم تسلیم کرده خواهد شد و او را خواهند کشت و در روز سیوم خواهد برخاست. پس شاگردانش بسیار محزون شدند.
در این دو آیه متوجه می‌شویم که عیسی مسیح برای سومین بار از آنچه که بر او واقع خواهد شد شاگردان خود را آگاه می‌کند. بار اول در قیصریه فیلیپوس و بار دوم در جلیل و حالا در راه به سوی کفرنهم. او می‌خواهد شاگردان خود را آماده کند که بدانند زحمات و مرگ و صلیب او یک امر اتفاقی نیست، بلکه مطابق نقشه خداست و خودش به این امر واقفه و آن را پذیرفته است. شاگردانش نمی‌دانند به گفتار مسیح چه عکس‌العملی نشان بدهند. بار اول که مانع شدند مورد نکوهش قرار گرفتند. تنها عکس‌العملی که می‌توانستند داشته باشند افسردگی بود. حالا به دنبال آیات توجه می‌کنیم. در این آیات عیسی مسیح رو می‌بینیم که مالیات خانه خدا را می‌پردازد. و چون عیسی مسیح و شاگردانش وارد کفرناهم شدند، محصلان 2 درهم نزد پتروس آمده گفتند: آیا استاد شما 2 درهم را نمی‌دهد؟ گفت بلی. و چون به خانه درآمد، عیسی بر پتروس سبقت نموده گفت: ای شمعون، چه گمان داری؟ پادشاهان جهان از چه کسان عشر و جزیه می‌گیرند؟ از فرزندان خویش و یا از بیگانگان؟ پتروس به وی گفت: از بیگانگان. عیسی بدو گفت: پس یقیناً پسران آزادند. لیکن مبادا که ایشان را برنجانیم، به کناره دریا رفته قلابی بینداز و اول ماهی که بیرون می آید گرفته دهانش را باز کن، مبلغ 4 درهم در او خواهی یافت. آن را برداشته برای من و خود به دیشان بده. در این آیات می‌بینیم که وقتی عیسی مسیح همراه با شاگردانش وارد کفرناهم میشه، محصلان و یا مأموران وصول مالیات خانه خدا پیش پتروس میآیند و از او میپرسند که استادتون مالیات نمیده؟ پتروس جواب میده که البته که میدهد. بعد وقتی پتروس وارد منزل میشه تا موضوع رو به عیسی بگوید، عیسی پیش دستی میکنه و از او میپرسد: ای پتروس، راستی چه فکری میکنی؟ آیا پادشاهان جهان از ملت خود باج و خراج میگیرند و یا از بیگانگان؟ پتروس جواب میده که البته از بیگانگان. عیسی میفرماید اگر این طور است، پس ملت بایستی از پرداخت باج و خراج معاف باشه. ولی به هر حال برای اینکه از ما دلخور نشوند، برو به ساحل و قلابی بیانداز و اولین ماهی که گرفتی دهانش را باز کن و سکه‌ای که در آن پیدا می‌کنی برای مالیات هر دوی ما کافی است و آن را به ایشان بده. حالا دوستان عزیز، عیسی مسیح با سوال کردن از پتروس میخواد به او واقعا نشان بده که قانونا نبایستی مالیات بپردازه، ولی با این حال آن را انجام میدهد. نحوه پرداختن مالیات خودش شاکاریه و در واقع معجزه است، زیرا قدرت او را میبینیم که بر طبیعت آشکار میشه. طبیعت تحت فرمان او بود. در واقع در اینجا میبینیم که عیسی مسیح آنچه را که حضرت آدم از دست داد را آشکار میکنه. خلقت مطیع میشه، همونطوری که خداوند در ابتدا همه چیز را تحت تسلط آدم و حوا قرار داد. دوستان عزیز، کلام خداوند میگوید که وقتی که خدا آدم و حوا را خلق کرد، به آنها قدرت بخشید و به آنها امر کرد که بر جهان و طبیعت حکمرانی کنند. یعنی آدم و حوا می توانستند بر هر چیزی که در طبیعت بود حکمرانی کنند و فرمان بدن. ولی بر اثر گناه آدم و حوا از مقام خودشون سقوط کردند و آن مقام رهبری خلقت را از دست دادند. حالا در اینجا می‌بینیم که عیسی مسیح آن مقام را در اختیار دارد. کتاب مقدس نشان می‌دهد که آدم و حوا وقتی که در حضور خدا بودند، صاحب قدرت مافوق بشری بودند و بر طبیعت حکمرانی می‌کردند. ولی یاغیگری ایشان سبب از دست دادن این قدرت و حاکمیت گردید. عیسی مسیح در واقع با انجام این عمل قدرت خود را نیز بر نظام طبیعت مجدداً ثابت می‌کند. در آیات اول این فصل ما با مقام و بدن جلال یافته انسان قبل از گناه و قدرت او روبرو شدیم و حالا عملاً آن را در مسیح ثابت شده می‌بینیم. قدرتی که خدا ابتدا به آدم و حوا داد، اما بشر بر اثر گناه و یاغیگری آن را از دست می‌دهد. با بیان این مطلب حالا توجه خود را به فصل 18 از انجیل مقدس متی جلب کرده و در این فصل آیات را براتون میخونیم و زندگی عیسی مسیح را دنبال میکنیم. در این آیات اول میبینیم که عیسی مسیح درس فروتنی و گذشت را به شاگردان خود تعلیم میده و از یک کودک برای بیان مقصودش استفاده میکند و بعد
به حکایت گوسفند گم شده می‌پردازد که در آن اهمیت انفرادی بشر و ارزش انسان‌ها از چشم خدا را بر آن بیان می‌کنه و سپس به لزوم بخشش یکدیگر و محبت بی پایان نسبت به هم نوع اشاره می‌فرماید و نشون میده که اگر ما بخشنده نباشیم نبایستی انتظار داشته باشیم که خداوند ما را ببخشد. درس بسیار مهم اخلاقی در آنجا هست. 11 اول را خدمتتون میخونم. شاگردان نزد عیسی آمده گفتند ای استاد، در ملکوت آسمان چه کسی بزرگتر است؟ آنگاه عیسی طفلی را طلب نموده در میان ایشان برپا داشت و گفت هر آینه به شما میگویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید هرگز داخل ملکوت خدا نخواهید شد. پس هر که مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد همان در ملکوت آسمان بزرگتر است و کسی که چنین طفلی را به اسم من قبول کند مرا پذیرفته است و هر که یکی از این کوچکان را که به من ایمان دارند لغزش دهد او را بهتر می بود که سنگ آسیایی بر گردنش آویخته در قعر دریا غرق می شد. وای بر این جهان به سبب لغزش ها، وای بر این جهان به سبب لغزش ها، زیرا که لابد است از وقوع لغزش ها. لیکن وای بر کسی که سبب لغزش باشد، وای بر کسی که سبب لغزش باشد. پس اگر دستت یا پایت تو را بلغزاند آن را قطع کرده از خود دور انداز، زیرا تو را بهتر است که لنگ و یا شل داخل حیات شوی از آن که با 2 دست یا 2 پا در نار جاودانی افکنده شوی. مگر چشمت تو را لغزش دهد آن را قل کن، از خود دور انداز، زیرا تو را بهتر است با 1 چشم وارد حیات شوی از اینکه با 2 چشم در آتش جهنم افکنده شوی. زنهار به شما میگویم که کوچکان را حقیر مشمارید، زیرا ملائکه ایشان دائما در آسمان روی پدر مرا که در آسمان است میبینند. زیرا که پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. دوستان عزیز، در این آیات مهم میبینیم که شاگردان عیسی میخوان ببینن که در سلطنت الهی کدام یک مقام بزرگتری را خواهند داشت. غرور و مقام پرستی در همه انسانها بوده و هست و در اینجا شاگردان هر کدام خود را لایقتر و فهمیده تر از دیگری دانسته و خیال میکردن که در ملکوت سماوی صاحب مقامی بالاتر از دیگران خواهند داشت. حالا برای اینکه مطمئن باشن از عیسی مسیح این سوال را میکنن که در ملکوت آسمان کدومشون بزرگتره. اما برخلاف انتظارشون عیسی جوابی میداد که همه رو شگفت زده میکند. عیسی مسیح از آنان میخواد که کودکی را پیشش بیارن. او را از نظر بزرگان بیفهم و بیارزش و نالایق بود. به عبارت دیگر یک کودک از نظر بزرگا نفهمه، میگن هیچی نمیفهمه، ولش کن. مسیح همون کودکی که از نظر بزرگا و دانشمندان نفهمه، هیچی نمیفهمه، بلند میکنه، در وسط همه قرار میده و به آنها میگوید تا از گناهانتان دست نکشید و تا پیش خدا بازگشت نکنید و تا مثل این بچه فروتن نشوید، تا مثل بچه های کوچک نشوید، نه فقط مقامی را در ملکوت آسمان نخواهید داشت بلکه حتی نمیتونید وارد ملکوت آسمانی بشوید. دقت کنید، عیسی مسیح در اینجا درباره تغییر ماهیت و شخصیت انسان ها صحبت میکنه. بعضی خیال میکنن که این آیه میگه که باید به رفتار و طرز زندگی دوران کودکی برگردیم تا واجد شرایط ملکوت خدا شویم. خیر، مسیح درباره بازگشت به دوران کودکی مطلبی نمیگوید، بلکه او میخواهد افکار شاگردانش را از مقام داشتن به اساسی ترین مطلب جلب کند و میخواد بگوید که آنچه مهم است نه مقام داشتن بلکه وارد شدن به ملکوت خداست و یا باید کاری کنید که مطمئن باشید که وارد ملکوت خدا شدید، نه اینکه چه مقامی دارید. این آیه رو بهتر میتوان فهمید وقتی که به انجیل یوحنا فصل 3 آیه 3 توجه کنیم. در این آیه مسیح میگوید آمین آمین به شما میگویم هر که از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید.
آنچه که روی آن تأکید گردیده دوستان تولد تازه است، کودک شدنه. شما باید مثل کودک بشید و یا به زبان دیگر شما باید از نو تولد شوید، زیرا وقتی که شما تولد تازه می‌یابید یک زندگی جدیدی رو شروع می‌کنید و همانند یک کودک شروع به رشد و نمو در عالم معنویت خواهید کرد. چقدر جای تأسفه که بسیاری از انسان‌ها متوجه این واقعیت نیستند. به جای اینکه فکر عالم معنویت باشن، توجهشون به اراده خدا باشه، طالب ملکوت خدا باشن، شب و روزشون تو این فکرن که زندگی این دنیا را چطور به سر بیاورن. چه کنن که بیشتر پول داشته باشن، چه کنن که خونه بهتری داشته باشن، چه کنن که ماشین بهتری داشته باشن، چه کنن که مسافرت برن، چه کنن که بچه‌هاشون رو به مدارس عالی‌تر بفرستن و چه کنن که لباسای قشنگتری بپوشن، چه کنن که غذاهای بهتری گیرشون بیا، چه کنن که زندگیشون در این عالم از آسایش بیشتری بهره مند شوند. عیسی مسیح در اینجا میگوید که من و شما باید متوجه عالم معنویت باشیم. در عالم معنویت باید رشد نمو کنیم، نه فقط در عالم جسم. اگر در عالم معنویت رشد کنیم، بدانید که در عالم جسم نیز رشد خواهیم کرد. او میخواهد توجه ما را به عالم معنویت جلب کند، زیرا مقام پرستی جایی در ملکوت حق ندارد. عیسی مسیح به من و شما میگوید اگر شما به او ایمان بیاورید، فکر رشد کردن در روح باید باشید. نتیجه گفتار مسیح رو در آیه 4 میتوان ببینید که میگوید هر کسی خودش را مثل این بچه فروتن کند، چنین کسی در ملکوت خداوند بزرگترین محسوب می شود. هر قدر فروتن باشید، بیشتر در نزد خدا عزیز خواهید بود. روح فروتنی از ثمرات مسیحایی است. روح فروتنی از ثمره روح القدس است، یعنی از صفاتی است که خدای تعالی از من و شما طالب است. هر قدر ما فروتن‌تر باشیم در این عالم، در نزد خدا عزیزتریم. سپس عیسی مسیح به اهمیت و ارزش کودکان اشاره میکنه و میگوید که هر کسی به خاطر من خدمت به این بچه ها بکنه، در واقع به من خدمت کرده است. این آیات سبب شده که در طول 2000 سال مسیحیان در سرتاسر عالم هزاران هزار یتیم خانه به وجود بیاورند و از بچه های یتیم نگاهداری کنند. به طور نمونه امروز در هندوستان بیش از 500 یتیم خانه مسیحی است که افرادی نظیر مادر تریسا برنده جایزه نوبل به خاطر نام عیسی مسیح زندگیش را وقف کودکان آواره و بیچاره و یتیم می کند. کودکانی که نه مسیحی هستند نه چیز، تازه پدر مادرشون بر ضد مسیحی ها کار میکنن، ولی این مسیحیان هستند که میرن از بچه هاشون نگهداری کنن. عیسی مسیح ما را تشویق میکند که کودکان را ارج بنهیم، آنان را محبت کنیم، دوست بداریم، متوجه رفتارشون باشیم، یاریشون بدیم، خدمتشون کنیم و اخطار میده که اگر ما عامل لغزش آنان باشیم و به وسیله تحریک کردن آنان را از ایمانشون دور کنیم و یا باعث دل سرد شدنشون در ایمان بشویم، عذابی بسیار سخت در انتظار ما خواهد بود. در آیه 6 میگوید که بهتر است چنین شخصی سنگ آسیابی به گردنش ببندد و خودش را به دریا بیندازد. به عبارت دیگر بهتره که هیچ وقت کودکی را لغزش ندهید در ایمان. عیسی مسیح دنیا را که عامل لغزش است به شدیدترین نحوی مورد حمله قرار میده و در آیه 7 میگوید وای به حال این دنیا، وای به حال این دنیا که باعث می شود مردم ایمانشان را از دست بدن. البته وسوسه ها همیشه وجود دارد، ولی وای به حال کسی که مردم را وسوسه می کند. و دوستان عزیز، خدا کند که من و شما با اعمالمون، با رفتارمون، با گفتارمون، با حرکاتمون هیچ وقت باعث لغزش کسی در ایمانشان نشویم که عذابی سخت در پی دارد، مخصوصا کودکان. در آیات بعد که آیات سمبولیک و استعاره هستند، عیسی مسیح اهمیت دادن به هر عاملی که سبب لغزش میشه را خاطر نشان میکنه
و وقتی میگوید که اگر چشمت باعث لغزش میشه و یا دستت و یا پایت باعث لغزانیدن ایمان دیگران مخصوصا بچه‌ها میشن قطع کن، در واقع میخواد به من و شما بگوید که هر چیزی که عامل سقوط و تحریک خودت یا دیگران در ایمان میشه، هر چیزی که شک و تردید را در ایمان به وجود میآورد، بایستی از خود دور کنی تا مقبول پسند خدا شوید. در غیر این صورت بدانید نه محبوب خدایید و نه باعث تشویق دیگران در ایمانید، بلکه سبب لغزش دیگرانی که خودش عذاب شدیدتری داره. میگوید حتی اگر سبب بشه که عزیزترین و گرانبهاترین چیز را در زندگی تو از دست بدهید، چون که عامل تحریک و عامل لغزشه، بهتره اونو از دست بدید. زیرا میگوید انسان را چه سود دارد که دنیا را ببرد ولی نفس خود را ببازد. ای عزیزان، مسیح بارها روی این جملات تاکید میکند که دل به امور دنیوی نبندید. انسان را چه سود دارد که تمام دنیا متعلق به او باشه، صاحب و مالک همه چیز در این جهان باشه، ولی روح خودش را از دست بده؟ چه فایده داره که تسلیم اهریمن بشویم؟ آیا بیاد میآورید وقتی که شیطان آمد که مسیح رو تحریک کنه، به مسیح گفت در برابر این زانو بزن، من تمام این ثروت و عظمت دنیا را به تو میدم؟ مسیح نپذیرفت. در عوض گفت دور شو ای شیطان، دور شو. دوستان عزیز، امروز هم همین تحریک، همین وسوسه شیطان برای من و شما میآوره. من و شما رو تشویق میکنه که کار کنیم، فعالیت کنیم، ثروت جمع کنیم، ثروت ذخیره کنیم، فکر مادیات باشیم. اینقدر ما را به امور دنیوی مشغول میکنه که فرصتی نداریم در مورد چیزهای روحانی تفکر و تعمق کنیم. وقت نداریم. اگر هم شده ممکنه روزی 1 ساعت یا نیم ساعت یا 5 دقیقه دعایی بخونیم، یاد خدای باشیم، چون که به هر حال در ذاتمون روح تشنگی به خدا هست، ولی 24 ساعتمون صرف چیزهای دنیوی میشه. دوستان عزیز، شما چطور زندگیتون رو به سر می آورید؟ نگاه کنید به زندگیتون. کلام خداوند میگه هر چیزی که عامل لغزش شما در ایمانتونه، هر چیزی که سبب میشه شما را از ایمانتون دور کنه و یا سبب میشه که دیگران را تحریک کنید، ازتون دور کنید. چرا؟ چون بهتره که آدم به بهشت برسه تا اینکه در این دنیا همه چیز داشته باشه، به مقام برسه ولی حیات جاوید را از دست بدهد. شخص را چه سود دارد که دنیا را ببرد و نفس خود را ببازد؟ چه سودی در این دنیا دارد که شما شاد و سلامت باشید ولی در آن دنیا تا آخرت در آتش جهنم بسوزی و از حضور خدا محروم شوید؟ دور بودن از خدا از آتش جهنم درد آورتر و وحشتناکتره. مسیح میگوید هر چیزی که عامل لغزش ایمان خودت و یا دیگران و مخصوصا کودکان است از خودتون دور کنید، حتی اگر به بهای جانتان تمام شود. من باید اعتراف کنم که گاه غرور وجود مرا فرا میگیره. غرور باعث لغزش میشه. من بارها از خدا خواستم و میخوام که هر نوع ریشه غرور را از من دور کنه. خودخواهی میاد در وجودم. بایستی هر روز دعا کنم که خدایا، تمنا میکنم که ریشه خودخواهی را از من دور کن، مرا فروتن کن. چون اگه میدونم خودخواهی در من ریشه بگیره، سبب میشه که از عالم معنویت دور شوم. شما چه دوست من؟ آیا دعا میکنید که خداوند شما را هر روز فروتن کنه و حاضری که تسلیم اراده خدا بشوید و فروتن بشوید، حتی اگر به ضررتون باشه، حتی اگر به شأنتون نباشه؟ به قول معروف خدا کند که متوجه واقعیت باشید. شخص را چه سود دارد که تمام دنیا را ببره و نفس خودش رو ببازه؟ سپس در آیه 10 عیسی مسیح اینطور میگوید: هیچ وقت بچه‌های کوچک را تحقیر نکنید. آنها را به خاطر کودک بودن و به قول بزرگان نفهم بودنشون نکوهش نکنید. آنان را خوار و پست نشمارید، در عوض شخصیت آنان را محترم بشمارید. چرا؟ چون عیسی مسیح میگوید که هر کودکی در آسمان فرشتگانی دارن که همیشه در پیشگاه خدای تعالی حاضر میشن. هر کودک محافظی در آسمان داره. فرشتگان خدا از فرد کودکان نگهداری میکنن. و دوستان عزیز، این نشان عزیز بودن آنها در حضور خدای تعالی است. و ای عزیزان، اگر آنان در حضور خدا اینقدر عزیز هستند، چقدر بیشتر باید نزد من و شما عزیز باشند.
چقدر بیشتر باید من و شما کودکان را احترام بگذاریم. موضوع اهمیت ورزش کودک از نظر مسیحیت بسیار مهمه که البته بحثی است خارج از وقت این ساعت. ولی دوستان عزیز، عیسی مسیح با بیان این جمله که میگوید من آمدم تا گمراهان را نجات بدهم، عظمت عذابی که عاملان گمراه شدگان کودکان هستند را آشکار میکنه و از همه ما که به طریقی یا به وسیله حرفامون یا به وسیله کارهامون و یا به وسیله نحوه زندگیمون عامل تحریک و تضعیف ایمان آنان شده ایم، میخواهد که تا فرصت است توبه کنیم. چرا؟ زیرا عذابی سخت منتظر گمراهان و تحریک کنندگان است. و مسیح میگوید که من آمدم تا شماها را نجات بدم قبل از اینکه وقت دیر شده باشه. چقدر خوب است که به جای اینکه منفی باشیم، امروز عاملان مثبت و مفید باشیم. راستی پدران عزیز، بروید و فرزندان خودتون رو محبت کنید. آنان را در آغوش بکشید و به آنها بگویید که دوستشون دارید. آنها را خوار نشمارید. آنها را نکوهش نکنید. کارهای بد رو بهش یادآوری کنید که این کار را نکنه. حتی تنبیهش کنید، چون که پدر خوب پدری که بچه‌هاشو دوست داره تنبیه میکنه. تنبیه که از روی محبت، نه از روی خشم و نفرت. تنبیه که از محبته. شما چه مادران عزیز، تمنا میکنم بروید و زباناً به کودکان خود بگویید که دوستشون دارید. اونها را در آغوش بکشید و بگید که براتون خیلی عزیز هستن. شاید عملاً نشان میدید ولی زباناً نگفتید. شما چه برادران و خواهران عزیز که برادر و خواهرای کوچک دارید، آیا فقط به آنها نگاه میکنید که اونها کوچیک هستن، نفهم هستن، حقیر میشمارید اونها رو؟ این روش درستی نیست. خداوند این رو نمیپسنده. درست شما برادر بزرگتر و ارشدتر هستید، درست شما خواهر بزرگتر هستید و بیشتر میفهمید چون عمر بیشتری کردید، ولی شما بایستی بروید برادر کوچکتو، خواهر کوچکتون رو محبت کنید، یاری بدهید. نه اینکه چون که کاری کرد از روی به قول معروف نفهمی سبب خشم شما شد شما بزنید تو گوشش. نه عزیزان، کودکان را دوست بدارید. آنها در نزد خدا عزیز و محترم هستند. بگذار در نزد شما هم عزیز باشند. آنان را محبت کنید که این شایسته و نزد خدای تعالی مقبول پسند است. ما همه شما را دوست داریم و امیدوارم که شما نیز همه برادران و خواهران عزیزتون را دوست داشته باشید، همه کودکان را دوست داشته باشید و محبت واقعی را، محبتی که خدای تعالی به شما عطا کرده است را عملاً نشان بدهید. من برادر شما کشیر سید رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر حق نگهدارتون باد و چشم انتظار نظریات و پیشنهادات شما هستم. محبت خداوند شما را فرو گیرد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.